سلام، اومدم با یه قسمت دیگه از نقاشی‌هایی که تو طول ترم یک انیمیشن هم کشیدم. البته اینا تو ترم یک کشیدم، الان ترم سه. این مدل نقاشی که این دفعه میخوام بهتون یاد بدم خودم خیلی دوستشون دارم و خیلی به ما آرامش میده. اصلا خیلی باشون حال میکنم. این مدل نقاشیه. من بهشون میگم خط خطی ولی شما میتونین بهش بگین نقاشی خطی، نقاشی خطی انتزاعی و از این حرفا. خطای زیاد منحنی داره. همونطور که میبینید این نقاشی کاملا خط خطی شده، من بهش میگم خط خطی. و جاهایی که تیرگی بیشتر بود و باید بیشتر خط خطی میکرد یا خط بیشتری میزدی، تراکم خطت بیشتر میشد. این دو مدل نقاشی که کشیدم و قراره امروز بهتون یاد بدم که از این نقاشی ها بکشین. قطعا یادتون باشه وقتی که مثل من یه نقاشی کشیدین وسط صفحه و این بالاهای صفحه اینها اضافه اومده، یه کادری دورش بکشید، چون که کلا کار رو جذاب‌تر نشون میده. اگرم که نمیخواین برگتون حروم بشه و ازش میخواید استفاده کنید، این کار نکنید. به هر حال من برای جوجمان نقاشیم یا جوجمان طراحیم در واقع انجام دادم. بریم تا بهتون یاد بدم. خب بچه ها، من طرحمو کشیدم، حالا میخوام بهتون نشون بدم چطوری نقاشی رو انجام بدید. قانون خاصی هم نداره که بگم از کجا شروع کنید، از هر جا که راحت ترید میتونید شروع کنید.
خب اینم از این نقاشی امروزمونه که اصلا طول نکشید، در حد 10 دقیقه بود، به راحتی انجام شد و به نظرم برای آروم کردن اعصاب خیلی خوبه. خطارم که کشیدم و میتونید این کار رو ببینید و به نظرم خیلی خفنه این مدل کار کردن و حتما امتحانش کنید. لایک و سابسکرایب یادتون نره، زنگوله رو بزنید تا هر وقت که ویدیو گذاشتم شما هم ببینید. فعلا